امروز برنامه نوبتی ما همراه اکای عبدالله جان و اپراتور ما اکای فرخ جان انشالله سفر نوبتی ما خودی که شما در کامنتر بنویسید که کدام دولت بریم اکای عبدالله جان. الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله. پنجصد خونه آباد باشین، هر جای باشین. ما الحمدلله قرار داریم در ایرپورت این چهلی که می‌بینید در پشت ما مردمش نگه این در پشت ما چهلی که می‌بینید سفر داریم. ما هر وقت گفتیم و باز هم میگیم که دعا محتاج دعای شما هستیم، زیرا که درخت از آب سازد آدم زی دعا میگه و هم خودی دعاگو باشین. انشاءالله که میریم همون جایی که رفتیم برای شما با انشاءالله نشان میدیم چیزای برنامه خوبه برای شما پیشنهاد میکنیم. بله برادران عزیز، یک چیزی که از همه احترامانه خواهش میکنم، شاید بعضی تمسخر نشیم، شاید بعضی میرسین خیل، لیک خاص از برای الله برادراتون دوست بدارین، نه اینکه برای همین دی دنیا دو روزه. برادران عزیز آدمایی بودن که چی ارزو و هوس داشتن، امروز ارزوشون ریختن زیر خواب رفتن. شاید که بعد یک ساعت پس، بعد یک سال، بعد 10 سال ما نباشیم. مهم همینه که در یک جایی که باشیم وقتی که نام یک برادر را بگیری بروی خوش به حالش بهترین انسان بود. التماس کنار ایدل دور کنین، دستگیری کنین. ان شاء الله ما یک چیزی میکنیم که به نفع جامعه باشه. ان شاء الله که نوارای خوب در دولتی که ما میریم برای شما میکنیم. این همه با دستگیری مرکز خدمت رسانی زیارت شو بای انمو فوندی که نکرد بلوشون در همجا کار میکنن، فعالیت میکنن، مبلغی را که جدا کرد نواری که ما کردیم راه در سفر معقول شد. گفت که دلنشی بزنیم بره اینا 101 نفر افیدیم برای پیشرفت ما همه دی لایک را بچین. ان شاء الله بهترین میشه. نه خاطر می دو در نظری تو نکرد سلامت باشه. سلام میگه بزرگان ما میگن که پراکنده لشکر نباید بکن. صد مرد جنگی به حسد از اون همون 100 و چند نفری که باشه الحمدلله دستگیری کردن. اینا شکر الله هم میگیم که ما را شما دستگیری کردین. با لایک و کامنتارتون نوشتین که بهترین برنامه‌ها نوشتین که خدا عمرتون درست کنه و دیگر کامنتارها همه این کامنتارهای شما را الحمدلله ما خوندیم. انا مرکز زیارت شو الحمدلله شما دستگیری کردین ما را و یا ما را دستگیری کرد به خاطر که شما از موچیوش استفاده می‌برید. الحمدلله اینا ما میریم برای شما. بله سهم اختون گذاشتن برادران عزیز. هزار رحمت سخنان ما را لایک وای نکردین، در زمین موندین، لایک زدین. هزار رحمت. پگر رسو اولین سفری ما ایرپورت رفتن تو گسنیسا چند سم راست خود میشه و همشه پیشنهاد شما میکنیم. این تنها ایفیل کردن ما برای چی بود که برای شما پیشنهاد کنیم که برادران عزیز این سفر نوبتی ما سرچید مثل برنامه‌های اکای سوروب و در دیگر دولت‌ها معرفی کردن برادران توجیک. ان شاء الله که این به فایده شما میشه. اکای برادران ما کوشش میکنیم که برنامه ما با نفع مردم جامعه شود. یا چیزی که از اون برنامه باشه یا چیزی که از اون وقت خوش باشه که میکنیم توسط سنت ملت میگه دیگه یک کس به دست آوردن به نهایت خوبه. به هم خاطر ما برنامه‌ای میکنیم که شما یک همین غرور یعنی یک غم و اندوه عقیلتون بیرون کنید. چه خیلی که گفتن که تاجیک‌ها نمیتونن کینو کرده فقط در یک جای سیانکا میکنن. محض برای نمیان فیلم زن مهاجر در 3 دولت سیانکا میشه با سرپرست مرکز خدمت رسانی زیارتشو در 3 دولت ثبت میشه با بهترین تجهیزات‌های زمانوی. به کدام خاطر برادر جان عزیز که ما هم همت بندیم با دستور شما با لایک‌های زیبای شما همه چی میشه. برادرها شما نباشین ما نیستیم. برادرها همه وقت ما همین را میگم زندگی ما ایروی شما لایک کامنتر دستگیری میکنین زندگی ما پیش میره و یک نوار خوب برای شما پیشنهاد. بله مؤمن برادر مؤمن گفتن آخه الحمدلله هر برادری که مسلمانه میخواد که برای برادر دیگه‌اش هر چیز خودش میخواد برای دیگران بخواد. و هم خاطر برای دستگیرتان تشکر زیاد می‌نواریم میکنیم و دعا میکنیم که تنتون هیچ وقت درد نبینه، سرتون درد نبینه. هر جایی که باشین الله حفظتون بکنه و در کسب کار اون برکتتون بکنه. اکای شهباز نوشته که یکم لایک بقب اکای رحیم. هزار رحمت برادرها. همین شما سخن لایک نکردین یا لایک 10 بار بزنین یا بار میشن که من قبول میکنم. خدا نگهبانتون برادران عزیز. پگه فردا ان شاء الله ما ایشون میتیم در کدام دولتی و نوار خوب پیشنهاد شما میکنیم. الله نگهبان هر یک ما شما. التماس در کامنتر بنویسین اکا بلوکل دیوبا. به همین خاطر میگیم که ایراسیا بیرون نمیره. بله ایراسیا بیرون. یک دولتی میره که دولتی همین توریسم سیاحی فیلم تون دومش کجاش انا دوم فیلم در همونجا ان شاء الله پیشنهاد شما میشه. الله نگهبان هر یک ما شما. خیر. فرخ اکا فرخ کو